کوچه ورزشگران محله بافنده شهر خوجند منفرش کلی گردید. این کوچه یکی از راههای اساسی محله به حساب می رود، زیرا در این منطقه بیمارخانه شهری رقم دوم شهر خوجند جایگیر بوده. همه روزه هزارها نفر این راه را پیاده و سوار عبور می کنند و از این راه ها نگران کننده بود، زیرا دوام 25 سال اخیر روی تعمیر را ندیده بود. از این روی ساکنان و مهمانان نسبتاً از وضع ناگوار آن اظهار ناراضگی می کردند. در حقیقت این راه به تعمیر احتیاج داشت. بعد از آن که اینجا به خانه بسیار روشن ساختمان کرده شد و خطی کانالیزاسیون خطی آب گذرانده شد و برای اسفالت پوش نمودن از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند از طرف راهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت نزدیکی تشریف شده بود و آنها به راهسازان وظیفه گذاری کردند که روزهای نزدیک به این تعمیر خوشصفت اسفالت پوش کردن این کوچه آغاز کرده شود. من خوشبختانه امروز دوم روز می شود که مساحت زیاد از 1400 متر کوادراتی به اسفالت صفتش نهایت خوب رو اسفالت پوش کردن که از این هم اهالی محله، هم بیماران، کارمندان طب، شخصان عیادت کننده نهایت منتظر هستند که من شرایط خوبی هم برای نقلیات، هم برای مردم، هم برای عیادت کنندگان، کارمندان طب تامین کرده شد. من غیر از این در اینجا ایستگاه آخرانی خط سیری رقم 1 جایگیر شده است که مثلا رفت آمدی نقلیات هم یک مشکلی زیاد داشت و امروز من بعد از اسفالت پوش کردن سیمای کوچه تماما دیگر شد. کوچه ورزشگران شهر خوجند از حساب بودجه محلی منفرش گردید، یعنی مبلغ گذاری آن مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند می باشد. 214,000 سومانی برای منفرش با صفت خرج گردیده است. مساحت عمومی راههای منفرش گردیده 1800 متر کوادراتی را تشکیل می دهد. حالا کارهای تعمیری و منفرش کنی جریان دارد. متخصصان میگویند کارهای تعمیری و منفرش کنی پس از 2 روز دیگر پر به اتمام می رسد. مراجعت‌های بسیاری شهروندان بود. البته ایرادها بسیار بودند. خیلی طرف من چطور که دیده ایستادیم شهرمان آباد شده ایستاده است. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند طبق دستور پادشاه و اقدام‌های نیکی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت تمام محترم امام علی رحمان عاید آبادانی حدود شهرها، حدود محله ها بسیار توجه ظاهر کرده ایستادند. طبق اجرایش همین اقدام نیکی پیشوای ملت همین کارهای آبادانی در درون محله ها رفته ایستاده است و در این سمت کارها از طرف کارخانه ما دوام داده می شود. آن کوچه‌ای که به نقشه گرفته شده است از طرف متخصصان ما همه همون کوچه‌ها مساحت‌هایشان حساب کرده شده است. مبلغ‌های اجرایشی خراجات اجرایشی کارها حسابی کرده پیشنهاد کرده شده است. از طرف کارخانه واحد دولتی سرایست آبادانی شهر خوجند موافقه کرده شده و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند پیشنهاد کرده شده است که البته امید داریم سریع وقت مبلغ گذاری می شود و کارهای منفرش کنی داخل شهر سریع وقت به اجرا رسانده می شود. در شهر خوجند برابر منفرش کنی کوچه ورزشگران محله بافنده دیگر منطقه ها نیز پر منفرش می گردند. از روی طلبات اداره راه و مراجعت ساکنان تا امروز بیش از 6535 کیلومتر راه تعمیر جاری و همکل گردیده است که این از روی نقشه ترتیب داده اداره راه و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند جریان می گیرد. وضعیت جداً بد بود، لیکن حاضر امروز یک مراتب آمدم این وایبه لیکن نقص همه جاش راه شروع شدگی من این راننده هایم همین روره های چقر شد زیکت میگذشتن که کنه دانه خیلی بوده امروز جداً نقص
дар шаҳри хуҷанд давоми соли 2022 мебояд 34.6 километр роҳҳо ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ карда шавад, яъне мунфарш гардад. То имрӯз наздик ба 30% корҳои таъмириву таҷдидӣ ба охир расонида шуд. То охири сол нақшаи корҳои мунфаршкунӣ иҷро хоҳад шуд. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.